بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة های درس عقیده امروز الله با ذات خود با ماست یا با علمش. البته خداوند سبحانه و تعالی با علم خود با ماست، ما را می‌بیند و می‌شنود. در قرآن خبر داده میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى. سوره طه. الله گفت نترسید، من با شما هستم، میشنوم و میبینم. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا ایها الناس انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم انه سمیع قریب. و روایت بخاری و مسلم. ای مردم، شما به کسی دعا میکنید که آن گنگ نیست یا که غایب نیست، بلکه آن همراه شما است، میشنود و نزدیک است برای شما. برادران، آنچه که با کتاب و سنت اشاره شده است و صحابگان و تمام علما به موافقت کردند که خدای تعالی بالای عرش است و عرش او بالای آسمان ها. خدا میگوید الا هو معهم اینما كانوا. سوره مجادله به آیت 7. یعنی با علمش او همراه آنهاست در جایی که نباشد. یعنی الله سبحانه و تعالی با علمش. برادران و خواهران، سخنی که خدا در همه جا با ماست این کفر آشکارا است. ابن حزیمه رحمه الله فرمودند هر کی نگوید که خدا بالای آسمان هاست، در عرش است، باید توبه کند. اگر توبه نکند گردنش را باید بریده شود. اینچنین در قصه هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر رضی الله عنه آمده است که ابوبکر رضی الله عنه گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگر کسی از آنها به پایهایشان نگریستند ما را میدیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما چی فکر دارید ای ابوبکر؟ شما چی فکر دارید به دو کسی که خدا سیومی آنهاست؟ به این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم تصدیق نموده الله سبحانه و تعالی آیه را نازل کرده میگوید لا تحزن ان الله معنا. سوره توبه آیه 40. الله میگوید غمگین مشوید زیرا خدا با شماست. این بود درس امروزه. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.